اخیراً در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو درباره سفر یک ساکن نویای عبدالرحمن جومی ولایت ختلان با نام محمد کریم نشر شد و در این ویدیو ادعا می‌شد که گویا این مرد قبل از سفر حج 18 سال تمام سر زانو حرکت می‌کرد و با پایهای خود را گشته نمی‌توانست، ولی در جریان سفر حج با قدرت خدا دوباره راهگردان شده است. در نوار دیده می‌شود که مرد در بین زایران روی حج سر زانوهایش به زینه‌های هواپیما می‌براید و همین طور بعد رسیدن به عربستان سعودی سر زانوهایش از هواپیما می‌فراید. در ادامه ویدیو او در مسجد نبوی در شهر مدینه راحت قدم می‌زد و حتی جست و خیز می‌کند و گفته می‌شود که این مرد پس از 18 سال بیماری با شرافت خانه خدا شفا یافته است. این نوار موج واکنش‌های مختلفی را به بار آورد. برخی به این معجزه و شفا یافتن این مرد شبهه و باور نکردنی می‌خواندند، برخی دیگر آن را باز یک معجزه الهی نامیده از قبل دعوت می‌کردند که به قدرت پروردگار شک نورند. خبرگزاری آسیا پلوس روز 15 نوامبر سال 2023 خبر داد که این مرد کریم خوجا تیمورov و 70 سال داشته ساکن دیهه مکسیم گورکی جماعت دیهات یکتوت نویای عبدالرحمن جومی بوده است. یک منبع از جماعت یکتوت به آسیا پلوس گفته است که کریم خوجا تیمورov اویله‌دار و صاحب 4 فرزند بوده بعد از 50 سالگی به بیماری روحی گرفتار شده است. تیمورov در قید بیمارخانه کسلی‌های روحی نویه است. او روزانه با زانوهای خود و شبانه با پایهایش را می رود. به گفته خودش او پری دارد و همان پریها نمیگذارند که او روزانه با پایهایش را رود. گفته است این هم صحبت به آسیا پلوس. به گفته این منبع تیمورov در حقیقت روزهای دوم 24 اکتبر سال جاری به حج عمره رفته است و به دلیل بیماری داشته‌اش روزانه به زانو و شبانه به پایها را رفته است. این برای همراهانی که بیماری وی را نمیدانستند باعث توجه شده است و آن را نوار برداشته در شبکه‌های اجتماعی همچون نشانه به طور معجزه درش شفا یافتن او نشر کردند. همصحبت آسیا پلوس گفته است که کریم خوجا تیمورov حالا در خانه‌اش قرار دارد و همان بیماری داشته‌اش باقی مانده است. عبدالخالق موسی‌زاده جانشین رئیس نویه عبدالرحمن جومی و نوبدار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه در تماس تلفنی به آسیا پلوس تصدیق کردند که با نام برده هم صحبت شده کردار خطایی کرده‌اش را فهماندند. کارمندان ما به خانه امان بیمار رفتند، حالا هم شبانه با پایها و روزانه با زانوهایش راه می رود. بیمار گفته است که در مکه و مدینه پریها از من دور شدند ولی به وطن برگشتم و پریها باز برگشتند. گفته است موسی‌زاده. خود کریم خوجا تیمورov و نزدیکان او و طبیبان نویه جومی این قضیه را تا حال شرح ندادند.